در 2 دهه گذشته طالبان در جنگ با حکومت روبه‌غرب افغانستان به طور گسترده از جهاز ترکنده و بمب‌های خودساخت کار گرفتند. ابتدای ماه دکبر سرپرست وزارت معلومات عالی حکومت طالبان محمد نیدا ندیم گفت هنگام تحصیل در دانشگاه‌های افغانستان طالبان سلاح به دست که در جنگ با نیروهای ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو از مواد ترکنده و بمب استفاده برده اند باید امتیاز داشته باشند. شما نمیتوانید انتظار داشته باشید که سربازان طالبان بعد 20 سال جنگ با کافران امتحان سپارند. با امتحان آنها باید بر اساس آن باشد که چند بمب و جهاز ترکنده را منفجر کردند. پیشنهاد دیگری مقامدار بلندپایه حکومت طالبان این است که در دانشگاه‌های افغانستان باید فقط برای پیروان این جنبش باز باشند و اعضای حزب‌های دیگر اسلامی از تحصیل محروم شوند. اعضای جمعیت اصلاح، حزب التحریر، خارجیان و دموکرات ها نباید در دانشگاه‌های ما جای پای داشته باشند. اگر ما آنها را پیدا کردیم جزا می‌دهیم. آموزگاران پیشینه این اظهارات را محکوم می‌کنند. من پیام سرپرست وزارت معلومات عالی حکومت طالبان را شنیدم و از آن آزرده و متاسفم. به وحشت آمدم که در افغانستان تحصیل به چنین سطح پایین افتیده است. در این بین وزارت معلومات عالی حکومت طالبان اعلام کرد که دختران صنف‌های 12 بعد تعطیل 1.5 ساله باید در 1 روز مقرر شده امتحان سپرده تحصیل را ختم کنند. دختران دوام 1.5 سال از تحصیل در مکتب‌ها محروم بودند. ناگهان به آنها 3 روز وقت دادند که از 11 فن امتحان سپارند. در چنین شرایط یگان دانشجو نمیتواند با سری آرام و تازه امتحان سپارد. صرف نظر از اعتراضهای داخلی و بین المللی حکومت طالبان در مکتب‌های افغانستان را برای دختران از صنف 6 بالا بسته است.